فعالیت شورای جمعیتی در شهر خوجند جانب باید کرده شود، زیرا فعالیت این گروه باعث پیشگیری از همه گونه خطر و تهدید و جنایت صادرکنی شده میتواند. با این مقصد صبح امروز سنه 20 آگوست اساسیاسیون ملی زنان صاحبکار تاجیکستان با کارمندان میلیسیا و اعضایان شورای جمعیتی ملاقات انجام دادند. هدف اساسی آن جانب نمودن فعالیت شورا بهر پیشگیری از حادثه‌های نامطلوب محسوب می شود. فعالیت شورای جمعیتی شهر خوجند حالا اگر بهاگذاری کنیم من فکر میکنم که بها قریب و قناعت بخش است، اما بسیار کار کردن در کار، بسیار کارها را آنها به انجام دادند، اما با سبب آن که بعضی از اعضایان شورای جمعیتی از کار رفتند یا دیگر وظیفه را اشغال میکنند، حالا تنقیصی برای کادرهای بلند اختصاص و آدمانی که به ترتیبات جمعیتی بی‌طرف نباشند. من فکر میکنم که با عوضی و نو درآوردن اعضایان کار شورا جانب میگردد. شورای جمعیتی در شهر خوجند سال 2015 تأسیس یافته بود. آن در اساس لایحه اصلاحات میلیسیا در تاجیکستان فعالیتش را به راه مانده از جانب سازمان امنیت و همکاری در اروپا دستگیری یافته است. نعیم ملک اسلامی رئیس شورای جمعیتی اصلاحات میلیسیا در ولایت سوق میگوید که هدف عملی نمودن کارهای جمعیتی با اشتراک ساکنان فعال این سری وقت بررسی نمودن مشکلات جامعه با اشتراک ساکنان محسوب می شود. رئیس شورای جمعیتی و به ترتیبات جمعیتی باید که رئیس شهر مهیا شود. ما پیشنهاد کردم که رئیس شهر مهیا شود. رئیس شهر مهیا رئیس شورای جمعیتی هست. بغیر از باید دیگر قانون بسیار ما شورای جمعیتی رئیس همین رو خودما انتخاب کنیم که پارالل همین و همچون پارتیور رو بود. همین شورای جمعیتی و تکلیف پیشون چه گفت نو بسته از اون که کدام وظیفه ده کدام مسئله است. همین گفت که رئیس یا که من رئیسی هیچ می‌خوام نمی‌دونی شما چند من ترتیبات جمعیتی باید کردی. نمیشه همین کارو کردی. گفته همین رئیس شورای جمعیتی همین گفته همین ما اصلاح کنیم که میشه کنیم. ولی اول کوگل حکومت رئیس شهر مویا کدام یک این کارو باید. یه همه میگویم که اگر همین کارو کنیم که رادیکالش میشه. همین قانون درباره پلیسی ما همین رو مورد کردیم. تأسیس و جانب نمودن فعالیت شورای جمعیتی برای کمک و آسان نمودن کار مقامات حفظی حقوق مساعدت میکند، زیرا اعضایان شورای جمعیتی بین اهالی میگردند و از حادثه‌های نامطلوب سری وقت میلیسیا را آگاه میسازند و این کار برای پیشگیری نمودن از جنایتکاری مساعدت میکند. همچنین نشانداد سطحی حادثه‌های نامطلوب کم کرده میشود. این البته برای ترتیبات جمعیتی همین تامین ترتیبات جمعیتی شورای تشکیل کردن این قانون هست اوید به اهل جماعتی به مساعدت کردن به ترتیبات جمعیتی. برای همین آنها میتوانند همه وقت این حادثه هایی که در گفتم میگن است که جای اهالی در جاهای گفتم میگن است که جمعیتی همه طرف قانون شکنی میشد بمانگی به کارهای داخلی مراجعت میکنند، همکاری میکنند. آنها همچون یک یاردمچی یک کمین که با کارمندان میلیسی باید کمک رسانند هم پیشگیری کردن جنایت صادرگری البته کمک میرساند. فعالیت گسترده شورای جمعیتی در دهه چارکوه شهر اسفره نتیجه خوب را به دست آورده است. از این رو تصمیم هست که در شهر و ناحیه‌های استراوشن، جبار رسولov در نزد مقامات میلیسی شورای جمعیتی تشکیل و فعالیت آن زیر نظارت گرفته می شود. هدف اساسی این در موضع‌های آسیب‌پذیر پیشگیری نمودن جنایت و جنایت صادرکنی محسوب می شود. به همین اصلاحات میلیسی یک چند پیشروی دیده می شود. تشکیل شورای جمعیتی، تشکیل دروژنیچی‌های اختیاری، تشکیل آوانگارد وابسته به همین اصلاحات میلیسی. پیشتر همین حاضر هر یک شهروند ما میتونیم که همین وابسته به حفظ ترتیبات جمعیتی کارمندای سفربر کنیم یا خود شهروندان در تمام چهاربینی‌های جمعیتی نو وابسته از وقت و ساعتش کی میشد چی آمده اشتراک میکنن. همچنین بعد از اون کمی اصلاحات وای شد در بین شهروندان کارهای فرماندهی گذرانده شد، ما به واسطه از خود شهروندان تمام معلومات‌های ضروری میگیریم که این یک پیشروی است. وقت از اون که کارمند میلیسی معلومات دارد وابسته به پیشگیری و صادرشوی حقوق ویرانکنی جنایت
چیز همه چیز امکاناتش دستش درازتر میشد. برای همین این وابسته همین اصلاحات وقتی از اونه که پروژه جاری میشد یک چند مانع ها برطرف میشد در همین بین جامعه. از پیشتر بعضی شهروندان وای نمیکردن، مقامات میلیسیا با آمده اون چیز خبرهای مهم گیرن استقبال میکردن که گویم چی شود، اگر گویم یکون کسی دیگر من نفهمد نیست. هر یک کسی که معلومات وارد میشد وابسته به همین تمام سمت قطعی این به این مخفیت قطعی نگاه داشته میشد. برای همین این اصلاحات در جای ها در تمام جای ها به پیشروی نظررس و چشم میرسد. аз рӯи маълумотҳои пешакии ҳамкорони лоиҳаи ислоҳоти милитсия дар тоҷикистон чунин мулоқот ва вохӯрии аъзоёни шӯрои ҷамъиятӣ дар 11 шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд ташкил ва баргузор карда мешавад, то ба ин васила ҷинояту ҷинояткорӣ пешгирӣ карда шавад. гузориши мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.